این تغییرات ها نیز وابسته به خط حمله است. یعنی ببینید که با جای علیشیر جلیلوف منوچهر جلیلوف حمله‌گر به بازی میآید و با جای خب پرویز عمرباєв که بازیگر خط نیمه است، همچنین باز هم حمله‌گر به میدان میآید. خب این دفعه دیگر حالت افساید نیست و ویتالی لیساکوویچ بازیگری که چند لحظه پیشتر از هیئت احتیاطی تحت رقم 17 به میدان آمده بود با زدن گل دست می‌یابد و او حساب رو اکنون 0-1 کرد در دقیقه 64 دیدار. بالاتر هم اشاره کردیم که اگر بازیکنان منتخب ما همین طور رقابت رو ادامه دادن بگیرند پس و زودی بلاروس به زدن گل دست می‌یابد. پیشتر از اینها بود که منتخب بلاروس گل زد، اما اونجا با سبب افساید گل به حساب گرفته نشده بود. و این دفعه بیاید ببینیم که چگونه موقعیت را آزاد گذاشتن بازیگران ما. وحدت حنانوف اولا به توپ رسید، اما برای ویتالی موقع آزاد و میان آمد. امیربک جورابایف باید پیش روی او را میگرفت، نگرفت. شروانی مابدشاєв توپ را برگردان به اختیار بازیگران ما. امیربک جورابایف سرعت افزایی او میتواند حمله دست را ادامه بدهد. پس به خط جریمه گو امکانیت برای زدن ضربه. نوریدین فرصت را از دست داد بازیگر ما امراقولوف و اولین هجوم منتخب تاجیکستان در قسم دوم بود. اولین حمله خوب بود در اجرای بازیگران ما، اما اینجا در یکی از قسمت‌های ورزشگاه البته چند نفر مخلص منتخب بلاروس هم هستند، اونهایی که نمایندگی میکنن کشور بلاروس رو در دوشنبه. شاید اونها تشریف آوردند برای تماشای بازی منتخبشون و اینجا حالا بازیگران منتخب بلاروس از هیچ چیز یک چیز ساختند. ترافیم بازی دیگری که از هیئت احتیاطی نوکک با میدان آمده بود به زدن گل دست یافت. اکنون حساب 2-0 منافع منتخب بلاروس می شود. دفاعگران ما عجب در این حالت چیکار کردن؟ یک نفر توپ رو گرفت، به راست گشت، به چپ گشت. ببینید عکس الهجوم بود. در همین وضعیت زور جورابایف در مبارزه از پا افتید، اما احتم نظر و وحدت حنانوف مثل تماشابین بودند در این حالت. فقط تماشا کردند آنها و از میان آنها به زدن گل ترافیم دست یافت. پاسیو به کنار شروانی مابدشاєв حرکتی به مرکز، پس به داخل جریمه گاه امکانیت برای نوریدین امراقولوف. ضربه او، اما ضربه زده نوریدین امراقولوف را دروازه‌بان برگرداند. اوج دومی هجوم منتخب تاجیکستان ادامه دارد. امکانیت برای زدن ضربه مسافه دور، بازم فرصت. منوچهر جلیلوف در جریمه گاه و توپ در داخل دروازه بلاروس، اما افساید. منوچهر جلیلوف اشاره میکند که او در حالت افساید نبود، ولی داور و کمک داور قرارشان و فکرشان و عقیدهشان دیگر است در این حالت. در حالت افساید بوده است منوچهر جلیلوف، ولی اندک پیشتر بود از دفاعگر آخرین منتخب بلاروس. اما شروانی مابدشاєв پس جوابی او رسال به داخل جریمه گاه و با پشت پای ضربه زد در این حالت. بازیگر منتخب تاجیکستان این صادق جان قربانوف بود مگر؟ بله، صادق جان قربانوف کوشش کرد با پشت پای ضربه بزند، اما توپ برطرف کردید. باز یک پرتاب دیگر به داخل جریمه گاه و توپ از پالوی دروازه پاول پاولوچенکو میگذارد. این دفعه وحدت حنانوف کوشش زدن ضربه را داشت. پیشتر از این یک مرتبه منتخب‌های تاجیکستان و بلاروس با هم بازی کرده بودند سال 2014 و این بازی در بلاروس برگزار شده بود. اونجا با حساب 6-1 منتخب بلاروس بر تاجیکستان ظفر یافته بود. این وقت با زدن گل دست یافت اکنون بازیگر شماره 14 یابلونسکی.
حساب 0-3 میشود اکنون و بعد از این حساب مخلصان منتخب تاجیکستان الان فهمیدند که دیگر در بازی امروز نجات دادن بازی امکان ندارد و میبینیم که شروع میکنند به ترک کردن ورزشگاه. بازم خطی دفاعی منتخب ما البته موقع را آزاد گذاشتند، بازم ضعیفی اینجا دیده شد. گروه ا تنها یک دسته به مرحله فینالی جام آسیا راه می‌یابد. از بین منتخب‌های تاجیکستان، فیلیپین، مالدیو و همچنین تیمور شرقی. دسته‌ای که در جای اول می‌ایستد به مرحله فینالی راه خواهد گرفت. دسته‌های دیگر سه دسته بعدی از ادامه عموما از حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2027 محروم می‌شوند. باز یک ضربه دیگر و باز یک گل دیگر. نبودن رستم یتیموف هرچند این بازی دوستانه است، اما نبودن رستم یتیموف در بازی امروز ببینید که چگونه کمبودی کلان در تیم منتخب تاجیکستان به حساب می رود. ابون با زدن گل دست یافت و حساب را 0-4 کرد. اما نبودن رستم یتیموف نمیتواند بهانه باشد برای آن که مثلا او نبود ما 4 گل به دروازه خود سر دادیم. نه، اینجا رستم یتیموف در دروازه نبود، بله، اما در جای او الک بکلوف بود. اگر الک بکلوف خوب جوابگو نمیبود برای در هیئت اساسی بازی کردن، پس گلا شکلادзе امکان داشت که دلیر براتوف رو انتخاب کند یا اینکه موریدین حسنوف رو دروازه‌بانی دسته استقلال رو انتخاب کند برای به میدان آمدن. که شما رو بینندگان ارجمند حالا دعوت میکنیم به تماشای بازی منتخب‌های تاجیکستان و تیمور شرقی که روز 25 مارس در همین وقت و ساعت در همین ورزشگاه برگزار می‌شود. پرتاب نوبتی و دادن آنوف با جریمه گاه بود و ضربه نوریدین امراقلوف رو دروازه‌بان برگرداند. و خب منتخب تاجیکستان نخستین بازی خود را رسما در سال 2025 اکنون برگزار می‌کند. حالا این بازی دوستانه است، این بازی رسمی نیست بر مقابل بلاروس، اما بر مقابل تیمور شرقی بازی رسمی می شود و آن رقابت در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا است. برای رفتن به دور فینالی چمپیونات آسیا منتخب ما بازی نخستین خود را دایر می‌کند در شهر دوشنبه. حالا پس نوبتی به داخل جریمه گاه الک بکلوف امروز اصلا برای چی به میدان آورده شده است دروازه‌بان منتخب تاجیکستان؟ آیا شما والا به این سوال جواب بدید بینندگان ارجمند، آیا شما دیدید که این دروازه‌بان برای برگرداندن توپ جهیش کرده باشد به راست به چپ اومن به زمین به هوا یگان جهیش کرده باشد؟ راستی من ندیدم. اینقدر ضربه های ضعیف اصلا وقتی که ضربه میزنن بازیگران منتخب بلاروس، حالا همان حرفایی که در توپ نوشته شده است آن را خوندن ممکن است، ولی دروازه‌بان برای برگرداندن آنها تلاش نمی‌کند. بیاد ببینیم اینجا ساده جان قربانوف هم خیر رو از دست داد. هجوم منتخب بلاروس ادامه یافت، پس به مرکز جریمه گاه وعدت حنانوف در آنجا نیست. تبریز و زویر جورابویف کوشش کردند، نه، تنها زویر خواست که پیش روی بازیگر منتخب بلاروس رو بگیرد، اما او آزادانه به کنج پایانی دروازه الک بکلوف ضربه زد و گل پنجم رو همانها جشن گرفتند. البته